زمین آیا امتیاز دوم در راه است یا خیر؟ موقعیت برای ماورای کوکچه تخار و موقعیتی که تا اندازه خنثی شده برای این تیم، ولی عبدالرشید با تجربه دست بردار نیست. باز هم استارت زد، باز هم رفت به سمت دایره حلال. فرصت برای ماورای کوکچه تخار و امتیاز دوم برای ماورای کوکچه تخار. مرد شماره 1 عبدالرشید امتیازگیری میکنه برابر جوانان بلخ. اودینسی که غرق در سکوت هست، هوادارانی که ناراضی است از نتیجه به دست آمده، احتمالاً طرفداران تیم بزکشی جوانان بلخ هستند. اینجا چرخش 180 درجه‌ای عبدالرشید رفت به سمت دایره حلال، منتظر ماند. همتیمیای او هم یک عملکرد در خورستایشی را انجام داد، گساله را پرتاب کرد و جوانان ماورای کوکچه تخار و دومین امتیاز خودش دست پیدا کرد. گساله این بار از ولسوالی در قد تخار پرتاب شد، فرود آمد توسط عبدالرشید با تجربه. جوانان تخار 2، جوانان بلخ 0 و قدرت نمایی میکنه سبز پوشان زمین. تیم بزکشی جوانان بلخ علیرغم اینکه از امتیاز میزبانی هم برخوردار هست، ولی نتایج خوبی کسب نکرده در این دوره.